شک نکن عروس دامادایی که تصمیم میگیرن 0 تا 100 عروسیشون رو خودشون برنامه‌ریزی بکنن و انجام بدن، بالاخره یه جایی ضرر میکنن و مطمئن باش که سرشون کلاه میره. ببین مثلا تو الان میخوای بری خونه بخری، کلی تحقیق میکنی، با این و اون مشورت میکنی که یه مشاور املاک خوب کنارت باشه که مطمئن باشی سرت کلاه نمیره و همه چیز برنامه‌ریزی شده است. اما نمیدونم چرا تو عروسی خیلی از عروس دامادا فکر میکنن میتونن همه کارا رو خودشون انجام بدن. خب اگه یه مراسم ترتمیز و اصولی و مرتب میخوای، حتما باید یه ودینگ پلنر داشته باشی. پلنر حرفه‌ای و خوب کسیه که سالن‌ها، لوکیشن‌های عکاسی، وندورهای مختلف گل و شیرینی رو میشناسه و میتونه با توجه به بودجه‌تون بهترین‌ها رو بهتون پیشنهاد بده. اگه ودینگ پلنرتون درست انتخاب بشه، توی انتخاب لوکیشن، لباس عروس، آرایشگاه کنارتونه. شما هزینه‌ای بابتش پرداخت می‌کنید. اما یه ودینگ پلنر خوب کمکتون میکنه که کلی صرفه جویی بکنید. پس اگه میخواین مراسمتون ترتمیز و شیک با قیمت مناسب و بدون استرس برگزار بشه، حتما یه ودینگ پلنر داشته باشید.